به نام خدا، من محمد رضا عباسی نسب هستم با موضوع اوگیو چارت از گروه پراکندگی صفر. خب قبل از اینکه بریم حالا سراغ مثالای طولانی و تعریف‌های طولانی، یه تعریف مختصر مفیدی از اوگیو چارت داشته باشیم. اوگیو چارت یک نمودار خطی است که فرکانس تجمعی داده رو هم به ما نشون میده. یعنی چی؟ فرض مثال شما فکر کنید که ما از یک کلاس 20 نفره میخوایم یه ارزیابی داشته باشیم. اوگیو چارت قابلیت اینو داره که به من نشون بده چند نفر از بچه‌ها درصدشون بالای 75% شده، چند نفر از بچه‌ها از 25 تا 50% شده درصدشون. این قابلیتی که در واقع اوگیو چارت به ما میده. خب ابداع کننده اون یک فردی بوده که در واقع در قرن 18 اصطلاح اوگیو چارت رو یا اصلا اوگیو رو رایج کرده. یک شخصی بوده به اسم آقای ویلیام پلفیر که حالا ایشون هم آماردان و هم مهندس آماری بودن که اصالتا هم اسکاتلندی بودن. ایشون در واقع به عنوان پدر نمودارهای اطلاعاتی هم شناخته میشن. خب این تا اینجا ما فهمیدیم که اوگیو چارت ابداع کنندش کیه، چیه و اصلا میخوایم الان بدونیم که کاربردش در کجا و چه زمینه هاییه. خب پس اول باید بدونیم که اوگیو چارت یک ابزار قدرتمنده دیگه که حالا هم مدیران ازش استفاده میکنن هم کارشناسان. اولین زمینه که در واقع کارایی داره در واقع تحلیل عملکرد و کاراییه. یه مدیر فروشی میخواد بدونه، فرض مثال بدونه که برای مثلا تا چه تاریخی، تا این تاریخ مشخص مثلا تونسته چه تعداد از این مقدار رو حالا بفروشه یا چه تعداد از هدف فروشش رو تونسته به تحقق برسونه. این توی زمینه در واقع تحلیل عملکرد و کارایی هست. توی زمینه کنترل کیفیت میتونه کمک کنه که چند درصد از محصولات حالا کمتر یا بیشتر از استانداردهای خاص هستن. مثلا چند درصد از محصولات استانداردهای 85 گانه دارن، مثلا فرض مثال. زمینه بعدی در واقع مدیریت منابع انسانی هستش که من میتونم متوجه بشم چه تعداد از کارکنانم تا یک سطح حقوقی خاص برخوردارن. مثلا میدونم که 20% از پرسنلم حقوق وزارت کار میگیرن یا مثلا 10 نفر از مثلا پرسنلم حقوقشون یک مقداری مثلا 15% بیشتر از وزارت کاره. بخش برنامه‌ریزی و بودجه که در واقع میاد میگه آقا ما تا این تاریخ از سال مثلا تا الان تا برج 8 چقدر از در واقع بودجه‌مون رو هزینه کردیم، چقدر دیگه‌اش مونده. زمینه بعدی تحلیل بازار و مشتریان، این که من بدونم چه تعداد از مشتریان تا یک سقفی حالا خرید مشخص از ما انجام دادن. اینم در واقع یکی از زمینه‌هایی بود که در واقع ما رو کمک میکنه و بهمون اطلاعات میده. خب بخوایم یه جمع‌بندی داشته باشیم، پس اول از همه من گفتم که اوگیو چارت یک ابزاره که حالا به ما دیده آماری میده، بهمون اطلاعات میده، حالا به مدیران، به کارشناسان و غیره. حالا این هم باید بدونیم که در واقع میشه گفتش که مثلا جمله طلایی اوگیو چارت که در واقع اینجوری باید گفتش که برای تا اینجا چه مقدار انجام شده، چه تعدادی فرض مثال از این بازه وجود داره. این از قسمت اوگیو چارت. با نام یاد خدا سلام عرض می‌کنم خدمت تمام دوستان عزیز. منم محمد جواد رنجبر هستم از گروه پراکندگی صفر. همچنان میخوایم باهاتون درباره اوگیو چارت صحبت کنیم. دوستان من گفتن اوگیو چارت چیه، چه کسی درست کرده، کاربردش تو مدیریت چیه و حالا میخوایم بیشتر درباره اوگیو چارت یا نمودار فراوانی تجمعی با همدیگه صحبت کنیم. من خواستم توضیح این نمودار در اکسل رو با یک مثال به همراه بیارم تا شما دوستان بهتر بتونین درک کنین مطلب. و ما اینجا یه سری داده داریم که میتونیم اونو نسبت بدیم به نمرات دانش آموزان که کمترین نمره 0 و بیشترین نمره 50 و یه سری فراوانی داریم که نشون میده
در هر بازه چند نفر تونستن این نمرات رو کسب کنن. نمره 0 تا 10 رو 5 نفر تونستن کسب کنن. نمره 10 تا 20 رو 8 نفر تونستن کسب کنن. نمره 20 تا 30 رو 12 نفر تونستن کسب کنن. نمره 30 تا 40 رو 10 نفر تونستن کسب کنن و نمره 40 تا 50 رو 5 نفر تونستن کسب کنن. حالا ما میخوایم فراوانی تجمعی این داده هامون رو هم به دست بیاریم. فراوانی تجمعی چیه؟ فراوانی تجمعی یعنی ما میخوایم بدونیم که از اول ابتدای بازه تا انتهای بازه بعدی چند نفر تونستن نمرات کسب کنن. یعنی چی؟ مثلا به اینجا نگاه کنین، توی این بازه اول از 0 تا 10 5 نفر تونستن نمره 0 تا 10 رو کسب کنن. خب فراوانی تجمعیشو میشه 5. تو بازه دوم میخوایم بدونیم که از نمره 0 تا 20 رو چند نفر تونستن کسب کنن. اون موقع میشه فراوانی بازه دوم به اضافه فراوانی بازه اول که میشود 13 نفر. یعنی چی؟ یعنی از نمره 0 تا 20 رو 13 نفر تونستن کسب کنن. نمره 0 تا 30 رو چطور؟ نمره 0 تا 30 میشود فراوانی بازه سوم به اضافه بازه دوم به اضافه بازه اول که میشود 25. یا میتونیم بگیم که فراوانی بازه‌ای که میخوایم حسابش کنیم به اضافه فراوانی تجمعی بازه قبل که بازم میشه 25. قسمت بعدی میخوام بدونیم از 0 تا 40 رو چند نفر تونستن نمره 0 تا 40 کسب کنن که میشود 35 نفر و از 0 تا 50 رو میخوام بدونیم چند نفر تونستن نمره 0 تا 50 رو کسب کنن که میشود 5 به اضافه 35 یا 5 به اضافه 10 به اضافه 12 به اضافه 8 به اضافه 5 که میشود 40. پس چی شد فراوانی تجمعی؟ ما میخوایم بدونیم از ابتدای بازه تا انتهای هر بازه، از ابتدای بازه اول تا انتهای هر بازه چند نفر تونستن نمرات کسب کنن که از 0 تا 10 5 نفر، از 0 تا 20 13 نفر، از 0 تا 30 25 نفر، از 0 تا 40 35 نفر و از 0 تا 50 40 نفر تونستن نمرات مربوطه رو کسب کنند. مرز بالایی منظور چیه؟ یعنی منظور انتهای هر بازه است که انتهای بازه اول 10 از 0 تا 10، انتهای بازه دوم 20، انتهای بازه سوم 30، بازه چهارم 40 و بازه پنجم 50 هستش. خب حالا ما میخوام اوگیف چارت این داده ها و فراوانی تجمعی و مرز بالایی رو رسمش کنیم. به راحتی میایم مرز بالایی و فراوانی تجمعی رو سلکت میکنیم و میریم در بخش اینزرت، در قسمت چارت ها میگردیم دنبال اوگیف چارت یا اسکتر و اونجا یکی از نمودارها رو انتخاب میکنیم. این همون نمودار فراوانی تجمعی اوگیف چارت یا اسکتر هستش که به ما چی رو نشون میده؟ به ما همین جدولی که اینجا رسم کردیم و خیلی قشنگتر، خیلی خوشگلتر و خیلی قابل فهمتر نشون میده. در کل چارت ها و نمودارها وظیفه‌شون اینه که داده ها و دیتا های ما رو به راحتی به نمایش بذارن و ما بتونیم خیلی راحت‌تر و خیلی سریعتر اونها رو تحلیل کنیم. چطوری تحلیل کنیم؟ برای مثال اینجا نگاه کنیم. ما از این نمودار میتونیم متوجه بشیم که نمره 0 تا 10، از نمره 0 تا 10 رو مثلا 5 نفر تونستن کسب کنن. از نمره 0 تا 20 رو 20 نفر تونستن کسب کنن. از نمره 0 تا 30 رو 25 نفر تونستن کسب کنن. از نمره 0 تا 40 رو هم 50 نفر تونستن کسب کنن. یا یه طور دیگه هم میتونیم تحلیلش کنیم. میتونیم بگیم که از نمره 0 تا 30 رو کلن 30 نفر تونستن کسب کنن. یعنی نمره بالاتر از 30 رو مثلا کلن 50 نفر تونستن کسب کنن. و در کل میتونیم که این نمودار رو تحلیل و تجزیه کنیم و کلا وظیفه نمودارها و چارت ها اینه که به راحتی بتونیم اونها رو تحلیل کنیم، تجزیه کنیم و برای همین از اونها استفاده میکنیم که بتونیم راحت تر متوجه بشیم که چه اتفاقی برای داده های ما رخ داده.
خیلی ممنونم که تا اینجا با ما همراه بودین. مبحث اوگیو چارت به پایان میرسه. حالا با مباحث بعدی همراهتون خواهیم بود. تشکر. حبیبی هستم، دانشجوی رشته مدیریت صنعتی دانشگاه علوم و تحقیقات و از بچه‌های گروه پراکندگی صفر در خدمت شما هستم با نمودار ساقه و برگ اسم لیف پلات. این نمودار یک نمودار آماری شبیه هیستوگرام که حالا جلوتر بهتون میگم چرا شبیه هیستوگرامه و برای نمایش توزیع داده‌های کمی استفاده میشه. هر داده به دو بخش تقسیم میشه، ساقه یا همون استم که رقم‌های اصلی مثل دهکان رو نشون میده و برگ لیف که رقم آخر مثل یکان رو نشون میده. ساقه در سمت چپ و برگ‌ها در سمت راست با خط از هم جدا میشن و اینطوری شکل پراکندگی داده ها رو بدون از دست دادن جزئیات اصلی نشون میده. ایده اولیه نمودار ساقه و برگ در دهه 1900 توسط آرتور بولی برای نمایش داده ها مطرح شد و محبوبیتش در دهه 1980 بعد از انتشار کتاب تحلیل کاوشی داده ها توسط جان توکی در سال 1977 افزایش پیدا کرد. در واقع دلیل پرطرفدار شدنش در اون زمان به خاطر این بود که با چاپگرهای فون ثابت سازگار بود و رسم کردنش رو آسون میکرد. و بهتون گفتم که نمودار ساقه و برگ برای داده های کمی یا حالا پیوسته و گسسته مناسبه. حجمشون بهتره که متوسط باشه چون داده های خیلی زیاد یا خیلی کم مناسب یا جالب نمیشه که با این نمودار نشون داده بشه. و اعدادشون نه خیلی کوچیک نه خیلی بزرگ باشه و اختلاف کوچکترین و بزرگترین داده از نظر تعداد ارقام زیاد نباشه و این نمودار برای داده های اسمی خیلی مناسب نیست. حالا میگیم که شباهت و تفاوت نمودار ساقه و برگ با نمودار هیستوگرام در چیه؟ اول اینکه شباهتشون توی نمایش و توزیع داده های کمیه چون هر دو شکل کلی توزیع رو به صورت گرافیکی نشون میدن و کمک میکنن تا الگوهای داده ها رو سریع ببینید، مثلا تعداد داده ها رو در بازه های مختلف. اما تفاوتشون در اینه که ساقه و برگ جزئیات دقیق تری مثل رقم های اصلی داده ها رو حفظ میکنه، در حالی که هیستوگرام داده ها رو به بازه های گروهی خلاصه میکنه و شکل ستونی داره. نمودار ساقه و برگ کاربردهای کلی زیادی در آمار داره، به خصوص در تحلیل کاوشی داده ها. برای بررسی اولیه داده های عددی، نمایش شکل توزیع، حفظ جزئیات داده، شناسایی داده های پرت، همون هایی که مثلا از میانگین خیلی بزرگتر یا خیلی کوچکتر هستن، یافتن مد و خوشه ها، کاربردهای علمی. این ابزار ساده و برای داده های خام عددی مثل قد، وزن با یا امتیازها ایدئاله، اما برای داده های خیلی حجم یا کیفی مناسب نیست. یک مثالی که الان براتون میزنم، سن افرادی در یک خانه سالمندان به این صورته. برای اون نمودار ساقه و برگ رسم کنید. همونطور که گفتیم استم در سمت چپ و لیف در سمت راست. استم دهکان ها رو نشون میده و لیف یکان ها رو. بازه این اعداد رو میبینید بین 60 تا 95 هست، پس 6 7 8 9 دهکان های ما هستن و یکان های ما رو هم جلوش رو می‌نویسیم 63 64 67 68 68. میبینید که 68 دوباره آورده شده، ولی ما این داده رو مثلا حذف نمی‌کنیم که یکیش رو در نظر بگیریم، هر دوتا رو میاریم چون گفتم که به داده های اصلی وفادار هستش این نمودار. و کلیدی که میبینید اینجا نوشته، کلید واژه ما به این صورته که 63 6 سمت چپ 3 سمت راست دهکان و یکان رو نشون میده. 72 75 79 7 سمت چپ 2 5 6 9 سمت راست.
و بقیه هم به این صورت هست، ولی نمودار ساقه و برگ فقط در مناسب دهگان و صدگان نیست، اعداد اعشاری رو هم نشون میده. یک مثال براتون میزنم از وضع نوزادان تازه متولد شده روز دوشنبه در بیمارستان به این صورته. برای اون نمودار ساقه و برگ رسم کنید که اینجا میبینیم 2.5 یا همون 2.5 2.6 2.3 3.1 3.6 و 4 که اینا هم کیلوگرم هست دیگه. استم که سمت چپ هست اعداد اصلی رو نشون میده 2 3 4 ولی اعداد پشت اشار رو نشون میده که یه دمونم 2 3 مساویه با 2 سمت چپ 3 سمت راست و میبینید که اینطوری ما داده ها رو تقسیم بندی میکنیم و در عین حال داده های اصلی رو حفظ میکنیم و میتونیم ببینیم که داده های ما به چه صورت هست و به نظر من این نمودار خیلی مناسبه برای نمایش توزیع داده های آماری و کاربردش در مدیریت هم در بخش بعد دوست من برای شما توضیح میده. امیدوارم که توضیحات من برای توضیحات کلی من یک کمکی به شما بکنه که یک درک کلی از نمودار ساقه و برگ داشته باشید. خدا نگهدار. سلام دوستان، من امیرعلی یار محمدی هستم، دانشجوی رشته کارشناسی مدیریت صنعتی از گروه پراکندگی 0. امروز با همیم تا نمودارهای استیمن لیف رو توی رشته مدیریت با هم بررسی بکنیم. ما اینجا 4 تا کاربرد اصلی رو با ذکر مثال براتون آوردیم که اولیش تشخیص الگوها و پراکندگی داده ها که 1. کمک به دیدن توزیع داده ها بدون از دست دادن جزئیات، یعنی ما تمام داده ها رو بدون اینکه نکته یا جزئیاتیشو از دست بدیم میتونیم کامل و مبرهن ببینیم. 2. شناسایی نقاط پرت و رفتارهای غیر عادی. 3. مناسب برای مرور سریع وضعیت عملکرد یا شاخص. یه مثال اگه بخوایم برای این بخش بزنیم، شما فرض کنید یک مدیر فروش داده های روزانه فروش 20 شعبه را با نمودار استیمن لیف نمایش می‌دهد. وقتی نمودار رو می‌بیند متوجه می‌شود که فروش ها بین 35 تا 42 واحد متمرکز شده است و چند شعبه فروش بسیار پایینی دارد. یعنی ما در کل میتونیم به صورت فوری عملکرد شعبه ها رو شناسایی بکنیم. دومین کاربرد بهبود تصمیم گیری مدیریتیه. 1. نمایش فوری بخش هایی که نیاز به اصلاح یا تقویت دارند. 2. امکان تشخیص روندهای مثبت و منفی در نتایج. 3. پشتیبانی از تصمیم گیری مبتنی بر داده. برای این بخش اگه بخوایم مثال بزنیم، شما فرض کنید مدیر کارخانه زمان تکمیل سفارش ها را در 1 هفته جمع‌آوری پس از ساخت نمودار می‌بیند گروهی از سفارش ها بیش از حد طولانی میشن و در یک محدوده خاص گیر میکنند. نتیجهش این میشه که تصمیم گیری برای اصلاح مراحل تولید در آن بازه زمانی، یعنی تو اون بازه زمانی بر اساس اون داده ها تصمیم میگیره که یه سری از اصلاحات رو انجام بده. کاربرد سوم مقایسه قبل و بعد اقدام مدیریتیه که 1. ساخت 2 نمودار برای مقایسه دوره ها. 2. قابل استفاده برای ارزیابی اثر تغییرات. 3. نمایش تفاوت ها به شکل منظم و قابل دفاع در جلسات. مثالش رو بخوایم بزنیم، شما فرض کنید مدیر پشتیبانی مشتری میانگین زمان پاسخگویی تماس ها را قبل و بعد از آموزش تیم با 2 نمودار پشت به پشت مقایسه می کند. نمودار نشان می دهد که برگ ها از سمت زمانهای طولانی به سمت زمانهای کوتاه‌تر جابجا شده است. نتیجهش که
بخوایم بررسیش بکنیم این بود که عملکرد اون تیم پس از آموزش بهبود پیدا کرده. کاربرد بعدی که میخوایم اینجا با هم بررسی بکنیم برنامه ریزی دقیق تر و تخصیص منابع. 1. کمک به یافتن بازه های پرتکرار یا کم تکرار. 2. بهینه سازی زمانبندی، ظرفیت سازی یا تخصیص نیرو. 3. کاربردی در فروش، زمان پاسخگویی، زمان انجام کارها و عملیات روزانه. مثال بخوایم بزنیم برای این بخش میتونیم بگیم مدیر فروشگاه‌های زنجیره‌ای داده‌های ساعت‌های شلوغی مشتریان را در طول روز در نمودارها قرار می‌دهد. نمودار مشخص می‌کند بیشترین تراکم مشتری بین ساعت‌های 18 تا 20 است به عنوان مثال. نتیجهش از این میتونیم بگیریم یا کاربردش برنامه ریزی مناسب برای افزایش تعداد کارکنان در ساعت، یعنی با توجه به اون نموداری که مدیر فروشگاه برنامه ریزی کرده و داده هاشو دیده میتونه برنامه ریزی بکنه که برای این ساعت این تعداد کارکن به عنوان مثال بعد اضافه بکنه. و در آخر یه نتیجه گیری کلی بخوایم از این بکنیم، این نمودار برای مدیر مثل یک لنز جمع و جور است که هم جزئیات داده را نگه می‌دارد و هم تصویر کلان را روشن نگه می‌دارد. این ابزار ساده شناخت الگوها، تشخیص نقاط پرت، مقایسه دوره‌ها و تصمیم سازی هوشمندانه را سرعت می‌دهد و در جلسات هم فهم مشترک ایجاد می‌کند. مدیر با کمک آن می‌تواند روندها را شفافتر ببیند، منابع را دقیق‌تر تنظیم کند و بهبودها را قابل اندازه‌گیری کند. در مجموع این نمودار پلی میان داده‌های خام و اقدام مدیریتی مؤثر است و ارائه ها را حرفه‌ای‌تر و قابل دفاع‌تر می‌سازد. خیلی ممنون از توجه شما و وقتی که گذاشتید. خدا یار و نگهدارتون. به نام خدای بخشنده و مهربان، ما امروز اومدیم که با تحلیل چارت استیم اند لیف خدمت شماییم که ما بگیم داده های این چارت به چه صورته و به چه نحوه و به کجا به کار میاد و چطوریه کلن نمایش اینجور داده ها روی اکسل توی فرمت و یا چارت استیم اند لیف. استیم اند لیف برگرفته دو تا کلمه استیم اند لیفه، درسته؟ استیم به معنای ساقه و لیف به معنای برگه که هر کدومش یه معنی داره برای یه سری شاخصه ها. مثلا ما به شاخه ها میگیم استیم. تو این داده هایی که اینجا توجه میکنی از 57 تا 78 اینجا سری داده رندوم داریم، درسته؟ شاخه منظور ما پایه هر چیزیه، پایه یا بیس اون مبنایی که ما مد نظرمون هستش. الان اینجا شاخص و پایه ما دهگان این عدده، مثل 5 6 7. این اعداد پاین، یه جور شاخن. بعدن یه سری چیزا بهشون اضافه میشه به اسم چی؟ لیف، که لیف همون برگاست، مثل 7 2 4 5 8 9 1 2 تا آخر. بدین صورت حالا ما این داده ها به چه دردمون میخوره و چه جوری است؟ آقا این داده های عددی هن، یا چی هن؟ کمی هن یا پیوستن و حتی گسسته. کمک میکنه به ما که نقاط پرت یا اون عملکرده غیر عادی و سریع ما بتونیم چی پیدا کنیم. یه دونه خوبی دیگه هم که این چارت داره اینه که داده ها مرتبن، یعنی بدون از دست دادن یه سری جزئیات، یعنی کامل و واضحه تقریبا، که جزئیاتش رو برای تو نمایش میده، درسته؟ بعد اون ما میایم مثالاشو، اون جاهایی که کاربرد داره، مثلا توی EDA، مثلا تحلیل کاوش داده ها، نمایش شکل توزیعشون، حفظ جزئیاتشون، یا یافتن مثلا مودها و خوشه هایی که مد نظرمون هست، مثل تقریبا هیستوگرام میمونه، مثل هیستوگرام که توزیع داده هدفشه، اینم تقریبا همونه ولی واقعی تره.
اینجا ما گفتیم دیگه اسیمامون پایه ها یا دهگانامونه، اینجا پایه هامون یکانامونه. اینجا اومدیم این پایه ها رو نوشیم تو این ستون. من اینجا فرمولا رو بهتون نمایش میدم. ما برای اینکه یه سری اعدادی که داشتیم، یه سری داده‌ای داشتیم، باید فرمول اسیمشون یا همون دهگانشون رو به دست می آوردیم دیگه، درسته؟ حالا هر کدوم رو جدا جدا تقسیم بندی کردیم. بعد اون اومدیم توی این ستون داده هامون رو نوشتیم، به ترتیب سورت شدیم و با عمل کرده اینت ما اومدیم اینا رو، یعنی اون پایه ها یا اون اسیما رو از لیفا جدا کردیم، یعنی بدین شکل شد. بعد از اون میخوایم لیفا رو جدا کنیم. چی کار میکنیم؟ لیفا یا یکان رو با مود نشونش میدن، با مود، درسته؟ که ما با استفاده از مود میتونیم این داده هایی که اینجا نو لیفشون رو به دست بیاریم. بعد از اون میرسیم به مرتب سازی اینا که این مرتب سازیشون توسط فرمول تکست جوین ادغام پذیره که همچین فرمولی رو داره. حالا من اینجا شرطاشو آوردم، بعد اینجا نوشتمش این فرمولا رو. این دیتا هایی که اینجا خیلی کامله و با جزئیات کامل نوشته میشه، ولی یه چیز دیگه هم که هست، یه نکته که دیگه هم هست اینجا برای ما به دست آوردن این تکست جوین معمولا توی اکسل ممکن نیست انجام شه، چون یه فرمول آرایه‌ایه. با خاطر این کنترل شیفت و اینتر رو با هم بگیرید تا همچین چیزی رو بهتون تحویل بده. حالا من اینجا یه سری دیگه هم داده دارم. ما فکر کنیم که این برای نمرات یه سری دانش آموزه، 50 تا دانش آموز نمراتشون بدین شکله، درسته؟ که از 42 داره تا 100. اسیم اینا که گفتیم با اینت نمایش داده میشه، با اینت ما این اسیما رو از لیفا جدا کردیم که بتونیم اینا رو نمایش بدیم، این اسیما رو. بعد از اون میایم سراغ چی؟ این که بخوایم لیفا رو از اسیما جدا کنیم که میشه 2 3 به ترتیب. و حالا یه چیز جالب، اسیم 100 میشه 10 و اسیم و لیف این قضیه میشه 0 و به ترتیب بعد اونم 1000ش میشه مثلا 100 به ترتیب جلو میره. بعد این میایم رو چارت اسیمن لیفت اینا رو، این داده‌ای که اینجا نمایش دادیم، چون اینا فراوانی داره دیگه، تکرار داره. وقتی تکرار داره ما یه دونه در نظرشون میگیریم. حالا میایم تو اینجا ما اون داده ها رو نمایش میدیم که آقا این اسیماشه، این لیفاشه، که به ترتیب ما درش لحاظ میکنیم که بتونیم اینو نمایش بدیم. خیلی مخلصیم. خب تا اینجای کار خیلی سریع و ضربتی بریم سراغ بخش آخر ارائه. نمودار جعبه‌ای داستان یک ایده بزرگ. خب اول از همه ببینیم که نمودار جعبه‌ای چیه. نمودار جعبه‌ای اگه بخوایم از لحاظ ریاضی مقایسش کنیم به 3 بخش تقسیم میشه. یکی که خود نمودارمون هستش، داده‌های کلی نمودارمون هستش. دوم بخش بعد اول آخر داده هامون رو به دست بیاریم و با استفاده از اونها به میانمون برسیم، به نقطه بهینمون. سوال بعدی که مطرح میشه چرا باکس چارت مهم هستش؟ به نظر من به خاطر 3 علت هستش. یکی این که تحلیل خیلی سریع میتونه به ما بده، دوم این که میتونیم باش گروه ها رو خیلی راحت تر مقایسه کنیم و سومیش که اصلی ترین موضوعش هستش شناسایی داده های پرته که باعث میشه ما اون داده هایی که قبلا تو محاسبات قدیمیه میذاشتیمشون کنار الان ازشون استفاده کنیم و بتونیم ازشون یک داده واقعی تر و بهتر استخراج کنیم. و اولین بار آقای جان ویلیر توکی توی سال 1970 این نمودار رو معرفی کرد و هدفش هم این بود که ساده تر و بهینه تر آدم ها بتونن نمودارهای آماری رو ازشون سر در بیارن و نیاز به محاسبات پیچیده‌ای نداشته باشه و ما واقعا ازشون ممنون هستیم. اگه به سیر زمانیش هم نگاه کنیم میفهمیم که داده های آماری قبلا به صورت عددی و پیچیده بوده تا زمانی که آقای توکی میاد سال 1970 این نظریه خودش رو مطرح میکنه، میگذره و تا سال 1977 این نظریه به چاپ میرسه. قسمت بعد اگه بخوایم نگاه ریزبینانه تری به این چارت بایس انجام بدیم میتونیم اینجوری تعریفش کنیم که ساختار اصلیش
از چارک اول تا چارک سوم خود جعبه رو نشون میده، خطوط انتهاییش نقاط غیر پرت رو نشون میده و داده های پرتمون رو به صورت نقطه‌ای جداگونه نشون میدیم توی جدول. و حالا این کاربردهای اصلیش توی صنعت اقتصاد و پزشکی و آموزش و تحقیقات علمی هستش و میشه مثالی که در مورد پزشکی زد مثال واکسن ها، اقتصاد مثل عملکرد مالی شرکت ها، آموزش تحلیل نمرات دانش آموزا و غیره. این نمودار مزایاش نسبت به نمودار دیگه اینه که پیچیدگی کمتری داره، اطلاعات فشرده رو خیلی بهتر میتونه به ما نشون بده، به راحتی قابل مقایسه برای چند گروهه. حالا مثل خیلی از داده های آماری و خیلی از علم های دیگه، باکس چارت هم توی این سالها تغییرات زیادی کرده و حالا چند موردش رو من اینجا آوردم. نمودارها مثل نمودارهای دو بعدی و پراکندگی های آماری و نمودارهای جبهه‌ای با عرض متغیر که هر کدوم کارکرد خاص خودشونو داره در داده های آماری. در آخر همونطور که گفتم باکس چارت توی این 50 سال گذشته تونسته که خیلی بهتر و بهینه تر باشه و مهمترین شاخصش سادگی و کارایی بالاشه و همچنین میتونیم برای تحلیل های سریع از این باکس چارت استفاده کنیم. و همونطور که جان توکی با اون جمله معروفش که میگه آمار برای این ساخته نشده که ما پیچیدش کنیم، آمار برای این ساخته شده که ما بتونیم بهتر و سریعتر درکش کنیم. امیدوارم تا اونجایی که میتونستم به شما کمک کرده باشم. خیلی مخلصیم. سلام، وقت بخیر. سعید رضا ابراهیم پور هستم و امروز میخوام در مورد کاربرد نمودار جعبه یا باکس پلات توی مدیریت صنعتی صحبت کنم. این ابزار آماری خیلی به درد تحلیل داده ها و تصمیم گیری توی محیط های صنعتی میخوره و با چند تا مثال ساده توضیحش میدم. خب اول از همه به یه مقدمه کوتاه، توی مدیریت صنعتی تحلیل داده ها خیلی مهمه چون به ما کمک میکنه بفهمیم عملکرد فرآیندها چطوریه. نمودار جعبه‌ای یکی از ابزارهاییه که کمک میکنه توزیع داده هامون رو راحت تر ببینیم، بفهمیم تمرکز داده ها کجاست، کجاها نوسان داریم و در کل تصمیم هامون رو دقیق تر بگیریم. اینجا تعریف نمودار جعبه‌ای رو داریم. این نمودار بر اساس 5 تا شاخص کلیدی ساخته میشه: کمینه، چارک اول، میانه، چارک سوم و بیشینه. در واقع با همین 5 عدد ساده یک خلاصه خیلی خوب از توزیع داده هامون میگیریم. به زبان ساده تر با یک نگاه میتونیم بفهمیم داده هامون بیشتر کجا متمرکزه و چقدر پراکندگی داره. اینجا اجزای نمودار رو میبینیم. جعبه وسط نشون دهنده محدوده بین چارک اول و سوم، یعنی 50% داده ها وسطه. اون خط وسطش هم میانه است. خطوط بیرونی کمینه و بیشینه رو نشون میدن. اگر نقطه های خارج از محدوده باشه بهشون میگیم نقاط پرت یا اوتلایر. اینا معمولا نشون دهنده خطا، داده غیر عادی یا یه اتفاق خاص توی فرآینده. خب بریم سراغ این که نمودار توی مدیریت صنعتی چه کاربردی داره. یکی از کاربردهای مهمش توی کنترل کیفی تولیده. مثلا میتونیم ببینیم خط تولید توی چه شرایطی نوسان زیاد داره. کاربرد دوم تحلیل عملکرد کارکنانه. میتونیم ببینیم چه کسی عملکردشون خیلی متفاوت از بقیه است. همچنین میشه ازش برای مقایسه زمان و هزینه پروژه ها یا بررسی عملکرد تامین کننده ها استفاده کرد. اینجا یه مثال ساده داریم. فرض کنید توی کارخانه تولید قطعات هستیم و زمان تولید هر قطعه رو ثبت کردیم. حالا با استفاده از نمودار جعبه‌ای میتونیم بفهمیم کدوم شیفت عملکرد بهتری داره. مثلا اگه جعبه شیفت صبح کوچیک‌تر و میانه پایین‌تر باشه، یعنی زمان تولیدش کمتر و عملکردش بهتره. برای رسم نمودار جعبه‌ای نرم افزارهای مختلفی وجود داره. توی سطح ساده میتونیم از اکسل استفاده کنیم که خودش نمودار داره. برای تحلیل‌های تخصصی‌تر نرم افزار مینی تب خیلی کاربردیه و اگر با داده‌های بزرگتر سر و کار داریم میتونیم با سایفون، با پایتون و یا آرن این نمودار رو رسم کنیم. اینجا چند نکته مهم در مورد تفسیر نمودار داریم.
اگر میانه بالا باشه یعنی فرایند زمان بره. اگر نقاط پرت زیاد باشه احتمال خطا یا نوسان زیاده. اگر جعبه خیلی فشرده باشه یعنی عملکرد یک نواخت و نوسان کمه. در کل تفسیر درست این نمودار میتونه خیلی توی تصمیم گیری کمک کنه. خب در نهایت میتونیم بگیم نمودار جعبه یه ابزار ساده ولی قدرتمند برای تصمیم گیری توی مدیریت صنعتیه. باهاش میتونیم به بهبود مستمر فرآیندها کمک کنیم و تصمیم هامون رو بر اساس داده ها بگیریم، نه حدس و گمان. به نام خدا، کمیل فاطمی هم میخوام نمودار جعبه رو در اکسل ترسیم یا پیاده سازی کنیم. به خاطر اینکه نمودار جعبه رو در اکسل پیاده سازی کنیم نیاز به داده داریم که ما از قبل چند تا داده اینجا نوشتیم که از 12 تا عدد هستن. خب بعد اینکه داده ها رو نوشتیم باید داده ها رو از به صورت یعنی از کوچیک به بزرگ مرتب کنیم که باید از فرمول سورت استفاده کنیم که روی ستون A یا B هر جا که اعداد نوشید کلیک میکنید. بعد بالای صفحه قسمت ادیتینگ که نوشته سورت A to Z و Z to A که ما اینجا A to Z رو نداریم از کوچیک به بزرگ. خب بعد از اینکه اعدادمون رو سورت کردیم باید 3 مقدار رو به دست ببریم که این 3 مقدار منظورمون چهارک اول، چهارک دوم و چهارک سوم هستش. خب به خاطر اینکه چهارک ها رو به دست آوریم به دست آوریم تو اکسل باید از فرمول کوارتای استفاده کنیم که میشه اسمت فرمولای دادای آماری که میشه همینجا فرمولاز فانکشن استاتیکال دادای آماری که کوارتای محاسبه کنیم که به دست میاریم کوارتای اینجا بله کوارتای هستش، میتونید اینجا انتخاب کنید و هم میتونید این پاهمون رو یکی از ستون‌ها کلیک کنید مساوی رو قرار بدید و دو تا حروفش رو بنویسید اوکی. بعد روی قسمت آخری مصنوع کنید کوارتای میزنید خودش پرانتز رو باز می‌کنه. شما فقط باید اون ستون اعدادی که دارید رو بنویسید و بعد می‌بینید اینجا این صفحه دوم برای باز میشه. وقتی که همون فرمول خودش پیش بریم این صفحه برای ما باز میشه. بخوام چهارک اول رو محاسبه کنیم یک رو قرار میدیم، دوم 2 و سوم چهارک سوم 3 ما میدونیم ول همون کوچکترین عدد اینجا ماکسیموم هم که بزرگترین عددی که اون مشخص سورت میکنیم مشخص میشه. ما برای مثلا بخوایم چهارک دوم یا اون میانمون رو محاسبه کنیم میبینید که به دست اومده 12.5 که اونجا ما قبلا به دست آوردیم 12. بقیه‌شون هم همینجوری به دست میاد. خب حالا برای که بخوایم نمودار جعبه‌مون رو حذف کنیم همه چیزا مرتب شده و یعنی انجام دادیم کارا رو. حالا میتونیم نمودار جعبه‌مون رو ترسیم کنیم. بعد روی همون ستون A که همون جایی که داده ها قرار دادن کلیک میکنیم و بعد قسمت اینسرت و بعد چارت ها میریم و قسمت اینسرت استاتیکس چارت کلیک میکنیم و برامون تو یه صفحه باز میشه که داخلش هیستوگرام هستش و باکس انویسگر که ما اینجا با هیستوگرام کاری نداریم، با باکس انویسگر کار داریم که همون نمودار جعبه‌ای هستش. کلیک میکنیم روش که این صفحه اعدادی که ما باش دادیم باز کرده و شکل رو کشیده، نمودار جعبه‌ای رو ترسیم کرد. همونطوری که مشخصه میبینید حد اکثر اعداد ما 40، حد اکثر در این عدد 40، حداقل 1 هستش که اینجا برای ما مشخص کرده همونطوری که میبینید. و چهارک اول و تا چهارک سوم که قسمت آبینا یا همون مستطیل هستش کشیده. اون خطی که اون پایین کشیده داخل جعبه قرار داده میشه میانه یا همون چهارک دوم یا همون 12.5 و اون قسمتی ضبط‌تر که اینجا هستش همونطور که مشخصه یعنی میبینید اینجا این قسمت هم میانگین یا ابرج هم هستش. خب برای محاسبه میانگین که اینجا لازم نبوده ولی بخوایم برای محاسبهش کنیم همون فونتیک به جای کوارتای از
اوریج استفاده میکنید. مساوی قرار میدین و اینجا می‌نویسید. اینجا چون عدد ما 12 هستش و پرانتز می‌بندیم که ببینید اما عددی شده که کجا نوشته. حالا می‌خوایم که نمودار جعبه اعدادشون مشخص بشه، قسمت دیزاین میریم، قسمت دیزاین میریم و بعد روی این گزینه کلیک میکنیم که میبینید اعداد برای ما نوشته. 4 حداقل اعداد 1، حداکثر 40، 4 که سوم 28 ممیز 75، میانه یا 4 که دوم 12 ممیز نیم و 4 که اول 6 ممیز 25 که میانگینم که این وسط ازش محاسبه کردیم و نوشتیم. خب امیدوارم این ویدیو آموزنده باشه و بتونه بهتون کمک کنه.